آقای دکتر یه ترسی تو دل من که نمیدونم چه کارش کنم. شما تو آموزشاتون از قول مرحوم ابوی میگفتید که ترس داداش مرگه. من ساده دلم فکر میکردم ترس داداش کوچیکه مرگه. اما شوورش کن. خیلی وقتا داشت بزرگه مرسی هیکل مرگه. آره چون که مرگ یه باره تموم میشه میره، ولی ترس هر لحظه هستش. شما یه نگاه به قیافه من، اصلا من و شما هیچ، یه نگاه به قیافه مقام عظما یا حتی حاجی روحانی بنداز. با این وضعی که هر روز مقامات نظام میگن تموم شد ولی هر روز خبر هولناکتر از روز قبل میرسه، بدبختا به چه روزی افتادن. میترسم آخرش جلوتر از همه امامه ها رو بندازن و ریشه رو ستیقه. بس دیگه ریشه ستیقه اینا بحث میکنی. ناکس لازم نکرده بشه اونا به ترسی، خودشون به اندازه کافی ترسیدن. ناسلامتی مجری برنامه استراتژیکی نظام هست. یا به جایی که یه آبی بریزی روی آتیشی که به ریش مقام عظما افتاده داری همینجوری بادش میزنی. ناکس مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که طرف با داش مشنگش رفته بود بوتیک، اون جنسی که میخواست و گشت نبود، به فروشنده گفت ببخشید ما میریم یه دوری میزنیم برمیگردیم. داشت مشنگه برگشت به فروشنده گفت دروغ میگه، از صبح به 10 نفر دیگه هم همینو گفته، شما منتظر ما نباشی. روشن شد یا برفستمت کنار اون داشت مشنگه بری بوتیک. آقای دکتر تو بین همه علائم نگران کننده و سیگنال های کابوسی که از 6 جهت دریافت میکنیم یه علامت مثبت هفته پیش داشت که برای من دلگرم کننده بود. مقام عظما تو سخنان خودشون هرچی هم عقب نشینی و ضعف نشون دادن، بالاخره در عین بیحالی یه حالی هم از جناحین گرفتن و گفتن من خودم پشت صحنه دعواشون میکنم. این خیلی مثبته. چرا؟ بالاخره نشون دهنده برخی علائم حیاتیه. به قول دکترها درد همچین هم بد نیست. طفلی قاطی کردی، البته تقصیرم نداری. با یه نمونه استراتژیکی جواب تو سربسته میدم که علائم کلافگی رو با علائم حیاتی قاطی نکنی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه داشت نفسهای آخرشو میکشید، بچهای مشنگترش دورش جمع شده بودن میخواستن رو به قبلش کنن، بلد نبودن، انقدر این طرف اون طرف این طرف اون طرفش کردن آخرش بلند شد با کمربند دنبالشون. روشن شد یا کمربند بیارم برات که حالت بشه. دکتر سوال بعدیم که نه، رجنامه بعدیم مربوط به کنفرانس داووسه. ما که همیشه با کله میرفتیم، برای ما کنفرانس داووس نبود، کنفرانس موسموس بود. چی شد این دفعه سفر ظریف رو تو دقیقه 90 کنسل کردیم؟ البته اگه زبونم لال به آشوب و بحران کابوس جاری ربطی داره نگه، نمیخواد بگی. شما مثل حاجی روحانی دور بزنین و پرت و پلا بگید. حرف دهانتو بفهم، پرت و پلا گفتم مال اونه. اما جوابه ظریف خودش نحسه، هرچه که میفرستیمش خرابکاری میکنه، خبر بعد برامون میاره، عین برجام که بخوره تو سرش. ولی اینم داشته باش که بعضی جاها باید غلاف کنی و آفتابی نشی، زیادی که بخوای همه چه دستت میره، عین امروز نظام. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که حاج قنبر تو بیمارستان بستری بود، 15 نفر اهل محل خواستن برن عیادتش، یک مینیبوس دربست گرفتن، نفری 5 تومن. راننده گفتش که یه نفر دیگه بیاری که صندلی‌ها پر بشن تا بعدش را بیافتیم. گفتن نه دیگه هیچکی نیست، فقط مایی. تو همین گیرویر بحث بودن که یکی از دور بدو اومد طرف مینیبوس. راننده گفت آها اون نفر آخرم جور شد. بهش گفتن ولش کن، اینو میشناسیم، این نحسه، اگه بامون بیاد حتما نحسش میگیرتمون، یه اتفاقی برامون میفته. راننده گفت نه خیر، من اعتقاد ندارم به این حرفای اینطوری، مهم اینه که صندلی‌ها تکمیل بشن و اون 5 تومن بیشتره گیرم بیاد. خلاصه واسط تا یارو رسید، تا در مینیبوس رو باز کرد، طرف گفت پیاده شی، حاج قنبر مرخص شده نمیخواد بریم بیمارستان. روشن شد یا با مینیبوس برفستمت دیدن حاج قنبر تو بیمارستان. آیا دکتر این حاجی روحانی برای چی رفت مصاحبه کرد؟ آخه حرف نداره، خب نرو مصاحبه.
حیف که تو حوزه درسی به اسم مصاحبه نداریم. هلک و هلک تا اونجا رفته، نور و صوت و ژست و فیگور و گیریم و میدونید چقدر اون اما به کار شده بود، ولی آخرش افتضاح. یک کلمه نگو. 3-4 هفته از توی مملکت چه خبره؟ مگه شما راهنمود نمیدید به شما دکتر که چی بگم؟ راهنمودا رو من میدم، ولی شعور استفاده راهنمود رو من نباید بدم. باید خدا میداده که به هر دلیلی صلاح ندونسته بده. که مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که تو بیمارستان داشتن پانسمان یارو رو عوض میکردن، به داش مشنگش گفتن برو یه گاز از اون داروخونه چی بگیر و بیا، هیچی دیگه. بعدش به جای داداشه داروخونه چی رو پانسمان میکردن، تازه دنبال واکسن هاری هم بودن. آیه دکتر، در پایان تشکر میکنم که ضربه آخر رو به فک مقام عظما نزدی. خب دیگه به چیش بزنم بدبخت بیچاره، کل دستگاهش داره میره تو پرتگاه دیگه. این دستگاهی که میره تو پرتگاه مال همون بدبخت دیگه. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو تو سرپایینی دنبال اتوبوس همینجوری داشت میدوید، یکم مسافرا از پنجره سرش آورد بیرون با لبخند و مسخره گفت فکر نکنم برسی. طرف گفت تو یکی باید دعا کنی که برسم، اگه نرسم فک همتون پیاده است، من راننده اتوبوسم. دکتر شما آخر بدید بدنتون